فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب مولانا بیننده عزیز ما سوال پرسیدن. سوالشان این است که در آیه دوم سوره طلاق ذکر شده که در طلاق لفظی باید شاهد باشه. چطور امکان داره که در طلاق لفظی شاهد باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. درباره طلاق یا لزوم شاهد در طلاق که حتما باید شاهد باشه، در میان فقهای اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر و دیدگاه وجود داره که وجود شاهد برای صحت طلاق شرط نیست. یعنی فرقی نمی کند یک انسانی زنش را طلاق بدهد، شاهد بگیرد بر این طلاق یا شاهد نگیرد. در هر دو صورت بالاتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت طلاق واقع شده. این گونه نیست که اگر کسی به تنهایی زنش را طلاق داد یا شاهد نبود برای اثبات طلاق، طلاق واقع نشده باشد. طلاق در هر صورت واقع می شود، چه شوهر یا همسر یا کسانی که حضور دارند اینها را به عنوان شاهد انتخاب بکنند یا انتخاب نکنند، چه شوهر در جمعی زنش را طلاق بده چه در تنهایی طلاق بده، منتها با لفظ اینو طلاق بده، یعنی تلفظ بکنه لفظ طلاق را، در هر صورت طلاق واقع می شود، اهم از این که گواهی باشد یا گواهی نباشد. یعنی برای صحت طلاق در واقع شاهد گرفتن لازم نیست. منتها این امری که در سوره طلاق الله متعال فرموده و اشهدوا ذوی عدل منکم، این یک دستوری هست که مندوب هست و یک نوع تشویق و ترغیبی هست و برای فضیلت هست. این شرط در واقع برای صحت طلاق نیست. این مانند موارد دیگر هست، مانند شاهد گرفتم در معامله و اشهدوا اذا تبایعتم که امر الله متعال هست، وقتی که معامله کردید شاهد بگیرید. بالاتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت حتی شیعه هم اینو قبول دارند که اگر دو نفر معامله بکنند بدون این که شاهدی بگیرند معاملهشون درسته، هیچ اشکالی نداره. در مسئله طلاق هم این گونه هست، یعنی این امری که در اینجا آمده امر برای ندب هست و مندوب هست، بهتر و اولاتر هست که برای رفع اختلاف شاهد بگیرند که اگر شاهد بگیرند خب زن هم نمیتونه بعداً ادعای ارث بکنه. فرض بکنیم که مردی زنش رو طلاق داد اما شاهد نگرفته بود، امکان داره که این زن بعد از اینکه شوهرش مرده بیاد ادعا بکنه که نه من همسرش بودم و از اون ارث بگیره. اما زمانی که دو نفر شاهد بگیرند دیگه جایی برای این سوء استفاده باقی نمیموند. و در سوره طلاق اینجا اختلاف نظر وجود داره در میان مفسرین که این امری که اومده برای اشهاد، آیا این شاهد گرفتن برای خود طلاق هست یا برای رجعت هست؟ برای خود طلاق یا برای رجعت هست؟ و قول راجح اینه که برای هر دو مورد هست. امر شده که شاهد بگیرن هم برای طلاق و هم برای رجعت. منتها این امر لزومی نیست، امر واجبی نیست، امر استحبابی هست. بهتر و اولاتر است که شاهد بگیرن، وگرنه به اتفاق علمای اهل سنت و الجماعت اگر کسی بدون شاهد هم طلاق بدهد طلاق واقع می شود.